سلام به شما مخاطبین خوب وارش تاک، سابسکرایبرهای کانال وارش اسپورت. سلامی هم داشته باشم به علی رهبر ملقب به اشکان. های سلام خدمت همه مخاطبین وارش اسپورت، هواداران داماش. با یه قسمت دیگه از وارش تاک در خدمت شما هستیم. قسمت چندم؟ 20 خورده یومه دیگه. قسمت 20 خورده یوم در خدمت شما. دقیقش رو نمیدونم. حالا حتما تو هم همینجوری هستی، احتمالاً تو هم حس زیاد خوبی نداری نسبت به بازی قبلیمون. هرچند که حالا بخوایم صحبت کنیم روی کاغذ واقعا نتیجه بدی نبود. دو تا بازی خونگی اخیراً که رفته بودن میگفتم کلا مود زیاد جالب نیست. خب در مورد بازی با نفت مسجد سلیمان قرار بود بیایم اینجا برنامه زنده داشته باشیم، خدا رو شکر نداشتیم، وگرنه دیگه همه حرص و جوشمون دیگه همه تصویر برداری میشد. آره دیگه. حالا چی بود آخه جا داره قبل از اینکه صحبت کنیم آره در یه یاد مجددی بکنیم از شهردار محترم رشت، از اعضای محترم شورای شهر رشت که خیلی میرسن به خیابون‌ها، باعث میشن که آب جمع نشه. اصلا آب جمع نشد، اصلا من آبم خیلی خشک بود خیابونا، ولی تصمیم گرفتیم که نیایم. الان نمیدونم کجا گیر کردن، یه جایی خیس شده، لباس پوسم چیز خاصی نبود، حالا اونم به بزرگی خودم میبخشم. آره. خب در مورد بازی با مسجد سلیمان اصلا یه فضای خاصی بود. اون روز میرفتی کامنت‌های گروه‌ها رو میخوندی، چقدر زیر کامنت یوتیوب من گفتن چشام درست میبینه داماش 2 گل زده 20 دقیقه اول خارج از خونه به تیمی که داره نزدیک مدعی صعود 2 گل زده. همه شوکه شده بودن. البته خب داماش حالا داخل پرانتز سال قبل از اینکه بحثو ادامه بدیم کاری کرد دیگه تقریبا مدعی صعود نباشه دیگه الان دیگه. حالا شانس داره رو کاغذ، ولی عملا دیگه یه خورده کار براش سخت شد. ما در مجموع نیمه دوم نیمه اول تیمشون سعی کرد خب همون اول حملاتی انجام بده که زود جلو بیفته، ولی ضد حملات خوبی داشتیم. یه گل همون اول زدیم، یه پنالتی هم که زاید تبار گرفت و ما تبدیل به گل شد. ما دیگه عملا انگار نتیجه رو گرفته بودیم، داشتیم بازی رو مدیریت می‌کردیم. تو نیمه اول هم داشتیم خوب مدیریت می‌کردیم، عملا مسجد سلیمان کار خاصی داشت نمی‌کرد. حتی نیمه دوم تا یه برهه زیاد خطرساز نشد مسجد سلیمان، تا که رسیدیم به تقریبا 20 دقیقه آخر که دیگه کم کم موج حملاتشون شروع شد، بعد دیگه گل زدن ولی بازم اون ترس ما داشتیم، میگفتیم دیگه الان گل خوردیم دقیقه 90 به بعد دعا میکردیم که وقت اضافه کمتر باشه. این داستان تکراری داماش توی این فصل بوده که انگار ببین ما اگه بازی‌ها فکر کن همه توی 90 دقیقه تمام میشد، ما الان اوضاع جدولمون بهتر بود. نکته کنایه‌آمیز و بدیه متأسفانه. ما خیلی از امتیازات و خیلی نتایج رو توی وقت‌های اضافه، حتی شاید بگیم تو اون ثانیه‌های آخرش از دست دادیم و حتی اون لحظاتی که 2-0 هم جلو بودیم همون ته دلمون یه استرس رو داشتیم. هنوز این بازی من میگفتم نمیشه این بازی الان تموم بشه، فقط اصلا در همون حالت تموم شه. ولی خب اون اتفاقی که ازش میترسیدیم و بارها تو این فصل اتفاق افتاد دوباره اتفاق افتاد. حالا یه اخراج مسخره داشتیم تو دقایق آخر از سمت کمیل هیدری، اصلا نمیدونم واسه چی بود. اونورم که تدارکاتمون اخراج شد، مهدوی اخراج شد و هیچ کدوم اخراجام جوابگو هم نبودن دیگه. جوابگو هم نبود. البته گل مساوی شد. علی من یه چیز بهت بگم، بازی جوری بود، حالا شاید درست نباشه من اینطوری بگم، یعنی اون بازی که داماش در 30 دقیقه آخر از خودش ارائه داد، اگر این ادامه دار میشد شاید 3 تا 4 تا 5 تا شاید می‌خوردیم. یعنی روال بازی اصلا دیگه به هم خورده بود. من نمیدونم، یعنی واقعا مشکل روحیه، مثلا اون باوره رو به خودشون ندارن که تا اون دقیقه آخر میتونن حفظ کنن، یا اینکه واقعا بدنشون کم میاره. بدن آخه دیگه تو این برهه فصل چرا باید کم بیاره؟ یعنی بزن زیر توپ بره دیگه، بدن نمیخواد دیگه. نمیدونم مسئله چیه، یا نمیتونم بگم آمدانه. من اینو در مورد تیم نمیگم، ولی آمدانه نیست. حالا واقعا خیلی شرایط عجیبیه. فقط نمیگم آمدانه. آخه ببین وقتی تو تیم رو میبینی که توی مثلا بازی‌های داخل خونه اونقدر استرس داره که تا آخرین لحظه ببره، تو 2 تا بازی هم اینطوری برده، اون احساسات بعد بازی رو میبینی، اون انگار فشاری که ازشون برداشته میشه برای اون بازی میبینی، نمیتونی فکر کنی اینو آمدانه است و بعید میتونم باشه. ولی خب نمیدونم، باید هر چیزی که هست باید تا الان حل میشد. نمیتونی تو کل یه فصل رو همش تو دقایق آخر گل بخوری. 3-4 تا بازی هم زمان نیست که بشه این چیزا رو حل کرد. دقیقاً. آخه این حتی این هم مدت اگه کسی نتونست، اون کسی که باید اینا رو حل می‌کرد نتونست حل کنه، دیگه من چی میتونم بگم؟
حالا قبل از اینکه وارد موضوع بعدیمون بشیم یه خواهشی بکنیم از کسایی که اولین بار دارن این برنامه رو میبینن. این برنامه صحبت تقریبا هفتگیه در مورد وضعیت تیم فوتبال داماش و به صورت کلی باشگاه داماش. اگر تا این لحظه این برنامه رو دنبال نمی‌کردید ازتون خواهش می‌کنم که دنبال کنید، ویدیو رو لایک بزنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. به غیر از این برنامه وارشتاک ما برنامه‌های دیگه‌ای هم در خصوص داماش داریم و برای اینکه علی رو خیلی خوشحال کنید رو اون زنگوله بزنید که به محض اینکه ویدیوهای جدید آپلود شدن ازشون مطلع بشید. واقعا زیاد رو مود فان بود. تو بازی رو چطور دیدی؟ بازی همینی که گفتم، یعنی با تو موافقم. یعنی در واقع دو تا نیمه کاملا متفاوت داشتیم. شاید حالا اون باور رو ما نداشتیم که میتونیم خارج از خونه ببریم. شاید حتی اصلا با این ذهنیت اینکه شاید بتونیم ببریم هم حتی نرفته بودیم شاید اونجا، نمیدونم. ولی به هر حال حیف شد و اتفاقی که افتاد این شد که اگر میتونستیم سه امتیاز رو به دست بیاریم خب تا 14 و 15 جدول میتونستیم بریم. حتی با اینکه حالا میدونی که امتیازان برگشته دیگه، امتیاز آستارا برگشته، امتیاز ناراحتی‌های ما اینا اضافه کرده تا همون شده مثل نمک روی زخم. آره ببین من اصلا نمیدونم. خب حالا یه لحظه اینجا دیگه این قضیه رو باز کنیم برای مخاطبایی که حالا ممکنه که الزاما هوادار داماش نباشن. ببینید صحبتی که ما در وهله اول داریم این نیست که چرا امتیازهای اینا رو برگردوندید. صحبت اینه که از اول اینکه امتیازهای اینا رو چرا کم کردید. همینو بگم. آره. مگه حکمتون قطعی نبود؟ چرا کم کردین؟ اگه اینطوریه که هر کی ازش امتیاز گرفته میشه، هر کی جریمه میشه، چرا کم کردید؟ بیاد نباید می‌کردید. دو تا استیناف بره، دو تا اعتراض بکنه، دوباره امتیاز بهش برگردونه، چه فایده داره؟ تخلف کرده باید با تخلفش برخورد بشه دیگه. ما هم بودیم الان داماش بود مثلا برنگردیم. نه بعد وضعیت رو پیچیده کردن. الان وضعیت واقعا سر همین قضیه پیچیده شده. مگه میشه مثلا 4 تا بازی مونده که بازی به پایان برسه بفهمه که نه اصلا وضعیت اونطوری که در جدول بوده نبوده. بعد وامیستین هفته‌های آخر که دیگه جنگ بقا داغ خاله امتیاز اینا رو برگردونیم. بعد میگن بحث فساد فوتبال و اینا. یه صحبتایی هم در مورد فساد فوتبال البته داشتیم. پیشنهاد دادید که در موردش صحبت کنیم. آره. نظرتون رو در این مورد چی بود؟ می‌فرمایید؟ شما قرار بود صحبت کنید راجع بهش. نه صحبت نه. کی فساد کرده بود؟ اینا یه اسمای آوردن پره نمیدونم چی. رهبر بود چی بود؟ نه من باش نسبتی ندارم. یه الف اضافه تر بود. خلاصه حالا داشت میگفتیم میگم این وضعیت امتیازها حالا به هر حال کارو پیچیده کرده. موتوریام که میرن و میان طبق روال همیشگی. آره دیگه کار پیچیده تر شده و الان میفهمیم که اون بازی رو مثلا اگه ما میبردیم چقدر الان وضعیت جدول واسه اون فرق داشت. ما الان شاید تو بهترین حاله مثلا باید 9 یا حتی 12 امتیاز 4 تا بازی آینده رو بگیریم که بگیم دیگه راحت موندیم، یا اینکه مثلا تیم‌های حریف اون بازیاشون رو مثلا همه امتیاز از دست بدن به اندازه کافی که ما امید بیشتری داشته باشیم برای موندن. الان کارمون سخت شده ولی خب خوبیش اینه که 3 تاش داخل خونه است، ولی داخل خونه لزوما تضمینی به برد نیست. خب ما از مثلا فکر کنم 15 تا داخل خونه بازی، نه 15 تا نه 14 تا بازی کردن، خب 5 تا رو برد. همچین تضمینی به بردن نیست و دیگه هر چیزی در توان دارن، هر چیزی که تا الان نداشتن. حتی اون خارج از خونه‌ش هم تضمینی نیست که میگن میبریم. خب خوش طلایی هم بهش امتیاز بگیره، شاید من بخوام اصلا این هفته که داره شروع میشه کم کم نه اصلا حیثیتی بخوام بازی کنم، اصلا میخوام برای فوتبال پاک بازی کنم. گفته بودم بازی. آره. به هر حال چیزی که هست و 4 تا بازی دور اینجا ازشون نام ببریم و پیش بینی‌های خودت از این 4 تا بازی بگی خیلی خوب میشه. مثل سونگون که بازی بعدی مونه، همین پنجشنبه بازی داریم. مثل سونگون بعد اینکه آقای کلانتری اومد کلا از اون روند بعدش فاصله گرفت. انا فکر کنم تا هفتم هشتم جدول اومده بالا. هیچ کلانتری به نظرت میاد مقابل ما حیثیتی بازی میکنه با انگیزهای شخصی خودش؟ چرا نباید بکنه؟ باید بکنه. به هر حال اومد اینجا یه ادعایی داشت که آره دوباره اومد، مثلا گفته بود من اگه میدونستم مثلا چیز بدیه که نمی اومدم، من امید دارم به این تیم، باور دارم به این تیم. 2 تا بازی رفت دیگه، امیدها و باوراش معلومه چی شدی. و بعد آره دیگه میخواد یه چیزای ثابت کنه، مثلا بگه شما چیز خوبی از دست دادین. و خب الان با مهرهای خوبی که نسبتا مثل سونگون داره تیم بهتری نشون داده و پس برد اصلا کار راحتی نیست. اصلا کار راحتی نیست. پیش‌بینی خودت چی می‌بریم؟ برد یا مساوی، ولی میبریم
دیگه احساس میکنم ببین من تو جایگاهی نیستم الان پیش بینی دیگه بکنم. اصلا نمیخوام الان پیش بینی فوتبالی بکنم. باید ببریم. شرایطمون الان یه جوریه شبیه اون بازی‌های آخر مرحله دوم لیگ 3 یا آخرای لیگ 2 که تو این 2 سال متوالی شاید فکر نمی‌کردیم که مثلا حتما میبریم و صعود می‌کنیم، ولی بردیم و صعود کردیم. حالا امیدوارم الانم ببریم بازیامون رو و سقوط نکنیم. اصلا دیگه جای نمونده که ما بگیم نتیجه چی میشه بر اساس آمارای فوتبالی چی میشه. ما به هر نحوی به هر شکلی شده باید ببریم. هیچ صحبت دیگه در این مورد نمیتونم بگم، چه حالا مثل سونگونیم پنجشنبه، چه پنجشنبه بعد با نفت و گاز، چه پنجشنبه بعدترش با خوش طلایی و چهارشنبه بعدترش با سایپا. باید ببریم. اگه میخواین تیمی باقی بمونه هیچ جایی واسه لغزش دیگه باقی نمونده. احیانا بازی خوش طلایی میری تو؟ فکر نکنم. چون اگر حالا بتونه علی بره، یعنی حالا احتمالش یه کمه، اینجوری میشه که 4 هفته 4 تا ولاگ پشت سرم پایین داشت. خب فکر می‌کنی چی کار باید بکنیم که بازی با مثل سونگون رو ببریم؟ هوادار چقدر موثر میگن اون روز بارونی هم هست. حالا این بارونه به سود ماست به ضرر ماست. این فصل یه بار بارونی بازی کردیم زیاد به سود ما نبود. خب خوش طلایی رو آدم نمیبره. ولی در مجموع ما توی بازیایی که هوا بارونی بوده، آخر فصل بوده، حیثیتی بوده، بهتر بازی کردیم. ولی خب اینم در نظر بگیر ما مثلا اینا رو داریم توی فصول اخیر اگه بخوایم بگیم لیگ 3 بودیم، لیگ 2 بودیم، تیم بهتری داشتیم. الان تو لیگ 1 پایینای جدولیم. قضیه قابل مقایسه نیست. ولی میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. البته ما تو این بازی هم میرجوان رو نداریم، هم هیدری نداریم. نمیدونم کی دیگه محروم یا مصدومه یا مرحومه. به هر حال با تمام کمی کاستی‌ها، با تمام اتفاقاتی که افتاده باید ببریم. ولی به نظر من شانسش هست. ما قبل اینم بردیم خب داخل خونه رو و الان که حیثیتی تره به نظرم میتونیم میبریم. حالا برای بینندگانی که تا اینجای برنامه رو دیدن بگم که تو این برنامه هم یه دونه کد شارژ استیم در نظر میگیریم برای گیمرامون. چی تیم؟ استیم. برای گیمرامون. ما چند تا گیمر مگه برنامه ما رو دیگه گفتیم تنوعی داشته باشه دیگه. به هر حال دیگه اون نفراتی که اول میان دوست داری تو کامنت ها فوش بدن. دونه گیلک هست اونجا میاد شارژر رو معمولا برمی‌داره. فکر کنم اون از این استیم زیاد استقبال نکنه. یه بازی رو شروع کن، استارت بزن. استیم دیگه توی استیم آره میتونی برو اونجا قشنگ از شارژهای معید احمدی استفاده. تو این فصل یک بار دیگه هم استیم گذاشته بودیم. البته کد استیم گلوبال هم هست اگر ریجنشون براتون مهمه. راست میگی یه دونه گیفت کارت بده گوگل بس. گیفت کارت گوگل درست کار نمیکنه اتفاقا توی ایران و یعنی خیلی ایده خوبی بود. یعنی با این شرایط تحریم و اینا که هست نمیشه کدش رو وارد کرد. این بود چون اینقدر کوتاه بود تا که این هفته، چون صحبت دیگه هم دل و دماغی نداشتیم. همین آقا که دیروز یه بازی شد. آره همونو می‌خواستم بهت بگم. استقلال ملاثانی با دریای بابل. استقلال ملاثانی هفته قبلش هم با شاهین بندرآمری یکی از رقبای دیگه سقوط ما بازی کرد. ته جدول کلا داره امتیاز میده. آره بعدن بندرآمری خارج از خونه برنده شد، کاری که ما هیچ وقت نکردیم. بعد پایان بازی این سرمربی بندرآمری گفت من به خاطر فوتبال پاک ملاثانی و اینا مثلا یه مصاحبه‌ای کرد که قشنگ گاوبندی و این چیزا از توش میشه در آورد. دیروز هم که آقای ملاثانی دوباره بازی کرد، حتی یا نظرات ماست، حالا یه زمانی نرین اینو چیز کنیش حقوقیش کنین، رفتن بازی کردن دقیقه 90. آخه تو دقیقه 90 به بعد وایستادی 2 تا پنالتی میدی به دریای بابل، چجوری؟ بعد بازی هم هیچ جای تصویر برداری داشت نمیشد. من چی بگم؟ علی البته من یه چیز بگم. من حالا همینجا قبل از برنامه هم داشتیم صحبت می‌کردیم. من با این شدت موافق این قضیه نیستم. چطور نیستم؟ فرض کن تو یه تیمی هستی که می‌خوای برای حریفت مثلا راه بیایی و بهشون امتیاز بدی. مثلا این کار رو در طول 90 دقیقه انجام میدی، با یه روش کمتر تابلوی انجام میدی. چرا بذاره مثلا دقیقه 90 مثلا 2 تا پنالتی؟ یه ذره اینقدر. البته بگم یه آدولف هیتلر یه جمله معروفی داره، میگه انسان‌ها
هرچی دروغ بزرگتر باشه راحت‌تر باورش میکنن. آخه آقا شامل همین قضیه بشه نمیدونم. آخه وایستادی دقایق اضافه 2 تا پنالتی دادی، بازی 0-0 رو کردی 2-0 دیگه. چرا خودتون قضیه رو ضایع میکنی؟ هیچی دیگه. الان با این نتیجه‌ای که اتفاق افتاده الان وضع خرابه دیگه. یعنی اگه 3 امتیاز رو بگیریم تازه تو کورس در واقع نیافتادن باقی میمونیم. ایستاب این همین فصل واسه ما پنالتی نگرفتن، طرف چیکار کرده 2 تا پنالتی همه چی با هم هماهنگ بود. اون چجوری زده که داور متقاعد شده 2 تا پنالتی رو بگیره تو در 90 دقیقه کم جایی هم که پخش نشد. لعنت خدا بر بگذاریم. این بود به هر حال برنامه این هفته. فقط حالا متفرقه اگر بخوام صحبت کنم این که ما برای فصل بعد، یا ما منظورم توی وارش اسپورته، داریم کم کم برنامه‌ریزی هایی میکنیم که برنامه‌های متنوع‌تری بخوایم داشته باشیم، ولی یه خوردهش برمیگرده به اینکه واقعا وضعیت داماش چی میشه. یه خوردهش نه بیشترش. آره اینکه اصلا حتی زمان بندیامون هم تغییر میکنه. اگه تو لیگ 1 باشیم، امیدوارم باشیم، با چه زمان بندی باید عمل کنیم؟ اگر احیانا نباشیم اون موقع چی میشه؟ فکر می‌کنی باشیم؟ نمیدونم. ترجیح میدم در این مورد نظر ندم راستش. که بعدش بیا کلیپو ببینی بگی اون موقع چه چیزایی میگفتی. حکایت اون کلیپیه که داشتیم دیروز آره من همین رو خواستم بگم. اول دیدی فصل دوباره که مثلا زمان قرعه کشی بود. قرعه کشی اول فصل من و علی نشسته بودیم اونوره، البته دوربین بودیم. داشتیم اونور دوربین که نبودیم، در واقع جای دوربین بودیم، دوربین جای ما بود. داشتیم در این مورد صحبت می‌کردیم که مثلا وضعیتمون چه جوریه. خیلی حالا لینکش رو اینجا میذارم، میتونید ببینید حتما چه امیدهایی داشتیم و در عین حال بعضی جاها چه پیش‌بینی‌هایی کرده بودیم. آره حتی آخرش میگفتیم حالا شاید یه جوری بشه اصلا والا اومدی مثلا. نه ولی حالا حداقل به شخصه همونجا کلیپ موجوده دیگه. من پیش‌بینی کرده بودم در بهترین حالت 7 و 8 میشیم. چقدر بازی پیش فصل ما رو گول زده بود. بعد جالب می‌نیشه مثلا توی کلیپ داشتیم میگفتیم ایول بازی با مثل کرمان بازی افتاد توی رشت. آره. چقدر خوب. آره اولین بازی با بعد گفتیم با آستارا فالا اینا بازی داریم، بازی اولمون راحت، تیم هنوز آماده نیست، اینا رو که یه جور نتیجه میگیریم، بعداً با تیمایی که سخت‌ترن تیم آماده تره. چه تصوراتی داشتیم اصلا واقعا دیگه حال حرف زدن ندارم، فقط ببریم. ولاگ هم که داریم دیگه این هفته دیگه طبیعتاً. اوکی این بود وارشتا که این هفته در هم شلوغ، پر از موتور و ماشین، پر از شایعات تبانی، پر از فساد در فوتبال. کی فساد کرده بود؟ فساد دمو چی بود؟ اسم تیم بود میره. حالا تیم رو گفتن بگیم حالا تو کانال‌های مختلف دیدم میگن مثلا اگه بخواد در واقع حالا سقوطش بدن به لیگ 1، بعد حالا ما هم تو لیگ 1 باشیم، سال بعد با 4 تا مس بازی داریم. ببین به هر حال باید همیشه یه تیم و یک کسی رو با عنوان کیسه بوکس نگه دارن که مثلا این بوده، در حالی که ممکنه اون ابعادش وسیع‌تر باشه. آره هر چقدر کمتر حرف بزنیم بهتر. دقیقاً.